27 سال گذشت. 27 سال خاطره‌ای که به دلیل اشتباه کدنویسی به وجود اومد. اشتباهی که باعث به وجود اومدن یکی از بزرگترین سری بازی‌های تاریخ. سری بازی که انقلابی عظیم در این صنعت ایجاد کرد. حالا راکستار با دست پر برگشته تا تحولی عظیم در این صنعت ایجاد کنه. و ما هم اینجاییم هرچی درباره این بازی میدونیم بهتون بگیم. همونطور که میدونید قبل از این راکستار زمان عرضه بازی رو آبان گفته بود که طی یک عملیات خیلی بشر دوستانه و گیمر دوستانه گفت این تایم رو به 26 می 2026 تغییر داد یا همون 5 خرداد 1450 خوده. یه نکته جالب درباره این زمان وجود داره. همه شما احتمالاً با شخصیت‌های قابل بازی جیسون و لوسی آشنا هستید و احتمال زیاد و طبق شایعه‌های موجود این دو کاراکتر برگرفته از زوج جنایتکار آمریکایی یعنی بانی و کلایدن. و جالب اینجا است که زمان فوت این دو در می سال 1934 است که شاید این کار راکستار برای ادای احترام به آنها باشد. راکستار بازی رو با بودجه 2 میلیارد دلاری در حال توسعه است که جالب است بدانید کل هزینه ساخت برج خلیفه 1.5 میلیارد دلار است. گیم پلی بازی حدوداً 40 ساعت است و طبق توییت یکی از سازنده‌های قبلی راکستار توسعه بازی قبل از عرضه رد دد ردمپشن 2 شروع شده است. در ساخت بازی از موتور بازیسازی RAGE استفاده شده یا همون راکستار ادوانس گیم انجین که همون موتوری است که در ساخت بازی رد دد ردمپشن 2 استفاده شده که طبق ادعای تیم سازنده بایست انتظار زیادی از جلوه‌های بصری و گرافیکی داشت. بازی در شهر خیالی لئونیدا یا همون فلوریدای امروزی برگزار میشه که از چند مکان وای سیتی، مناطق مردابی، کیز و چند منطقه دیگر تشکیل شده که 2 برابر بزرگتر از مپ GTA V است که به کمک هوش مصنوعی موجب شده مپی پویا با آب و هواهای مختلف ایجاد شود. گفتیم هوش مصنوعی. جالب است بدانید از هوش مصنوعی در بازی در ابعاد گسترده استفاده شده که موجب به وجود اومدن تعامل بهتر با NPC ها، کوست‌های دوره‌ای و ایونت‌های روزانه شده. حالا یه سوال برای من پیش اومد. همونطور که میدونید و احتمال زیاد در بازی کفش‌فروشی‌های خیلی پیشرفته‌ای وجود داره. و حالا سوال دقیقاً همینجاست. که آیا با شخصیت قابل بازی زن یعنی لوسیا میشه کاری کرد؟ مرسی از همراهی شما. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. نظراتتون رو درباره این بازی توی کامنت ها بنویسید.